باز 22,000 دلار قلبکی از معاملات بازداشته شد. همین دلارهای فالشی رو با طرز قاچاق از ترکیه در دولت تاجیکستان وارد کرده. مناقشه و لطوکوب جوانان و نابالغان به مرگ انجامید. کجاست مسئولیت پدر و مادر؟ تمجویی گمانبران جوان دختر را تهدید نموده و 64,000 سومانی به دست آوردند. خلاب خود را خدمتچی دولتی معرفی کرد و مبلغ‌های مردم را از آن خود نمود. نام سعید پومیجان نام بود. بخاطر کمیزات رو گرفتم، با کمیزات هم صحبت شدم. از آنها با مبلغ 3,500 تا 5,000 سومانی 10,000 سومانی مبلغ گرفتم. وعده دادم که قطعه همین جامعه 10 کیلو به شما زمین نزد حالگی میدیم. این و دیگر خبر و گزارشات در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی.